سلام به دوستداران و همراهان عزیز کانال تاریخ کهن. خرم سلطان برای جلب توجه سلطان سلیمان با توجه به آشناییش به ادبیات دیوانی ترک در سفرهای طولانی مدت سلیمان به هنگام جدا ماندن از او با نوشتن نامه‌های محبت آمیز و به کارگیری جملاتی نظیر جان من، روح و روانم، شاهی که از صمیم قلب دوستش دارم، عشق و علاقه سلطان سلیمان را بیش از پیش به سوی خود جلب می‌نمود. خرم سلطان یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ عثمانی به حساب می‌آید و به کمک سلطان سلیمان به قدرت و نفوذ بسیار زیادی در دربار عثمانی دست پیدا کرد. در این ویدیو نگاهی داریم به زندگی نامه خرم سلطان، یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ عثمانی. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. خرم سلطان متولد 1506 با نام اصلی الکساندرا لوسیفسکا، همسر محبوب سلطان سلیمان بود. خرم احتمالاً دختر کشیشی ارتدوکس از اوکراین بود. او در روحاتین در 68 کیلومتری جنوب شرقی لووف زاده شد. در دهه 1520 در یکی از یورش‌های مکرر تاتارهای کریمه به آن منطقه وی اسیر و برده شد. احتمالاً ابتدا به بازار برده فروشان کافا و سپس به قسطنطنیه منتقل شد و از آنجا برای حرم سرای سلطان انتخاب شد. نوئل باربر مورخ انگلیسی وی را اینگونه وصف می کند: تکاوران ترک در گالیسی گروهی از زنان را به اسارت گرفتند. در میان آنان یک دختر روسی هم وجود داشت که چنان خوش رو و خنده بود که بیدرنگ وی را خرم یعنی خندرو نامیدند و وی را برای فرستادن به حرم سلطان در نظر گرفتند. در حرم وی به خاطر تبار روسیش روکسلنا نامیده شد که تعریفی از کلمه روسی لانه می باشد. او به سرعت مورد توجه سلطان قرار گرفت و حسادت رقبایش را برانگیخت. سلیمان قبل از خرم سلطان زن مورد علاقه‌اش گلبهار مادر شاهزاده مصطفی بود. او پس از آنکه سلطان سلیمان را شریک عشق خود نمود، برای بیرون راندن سایر رقبای خود در حرم سرا نظیر گلفام، گلبهار و ماه دوران مجادله بسیار زیادی انجام داد. روکسلنا یا خرم سلطان با زیرکی و بکارگیری نیرنگ‌های بسیار فراوان نفوذ خود را به سرعت در دربار و نزد سلطان سلیمان افزایش داده و موانع خود را در این راه با بیرحمی تمام از سر راه برداشته. خرم سلطان برای جلب توجه سلطان سلیمان با توجه به آشناییش به ادبیات دیوانی ترک در سفرهای طولانی مدت سلیمان به هنگام جدا ماندن از او با نوشتن نامه‌های محبت‌آمیز و به کارگیری جملاتی خوب، عشق و علاقه سلطان سلیمان را بیش از پیش به سوی خود جلب می‌نمود. او از هیچ ظلم و ستمی برای رسیدن به اهدافش دریغ نکرده و در نهایت با زیرکی توانست به همسری سلطان سلیمان اول درآید. امری که تا آن زمان همه آن را بعید و غیر ممکن می‌شمردند، چون پادشاهان گذشته چنین رسمی نداشتند و تنها می توانستند دختران زیباروی را برای حرم سرای خود انتخاب کنند و هرگز به عقد رسمی سلطان در نمی آمدند و کنیزان نیز تا آخر عمر تنها کنیز باقی می ماندند. ولی چیزی که اتفاق افتاد رسم معمول آن زمان را شکست. بالیفسوی ونیزی می نویسد خرم سلطان خیلی زیبا نبود ولی زنی شیرین و بسیار جذاب بود. او با اندامی ظریف و چهره سفید همیشه لباس آراسته می پوشید و غیر از زبان روسی به ادبیات دیوانی ترکی نیز آشنایی داشت. نوئل باربر در کتاب فرمانروایان شاخ زرین بدین نکته به خوبی اشاره می نماید. سلطان به مصاحبت او علاقه داشت و ساعتهای متمادی را با او به بحث و گفتگو درباره امور دولتی می پرداخت و در باغ‌های سرسبز و غیره با او به گردش می پرداخت.
سالها بعد به دلیل ترس از شورش، ترسی که احتمالاً خرم سلطان به آن دامن زده بوده، سلطان سلیمان دستور داد تا پسرش مصطفی را خفه کنند و به قتل برسانند. پس از مرگ مصطفی، گلبهار موقعیتش در کاخ به عنوان مادر ولیعهد را از دست داد و به بورسا رفت. نفوذ خرم سلطان بر سلطان سلیمان به سرعت افسانه‌ای شده. او برای سلطان 5 فرزند به دنیا آورد به نام محمد، مهرماه، سلیم، بایزید و جهانگیر. او اولین همسر امپراتور بود که عنوان خاصگی سلطان را دریافت کرد. خرم سلطان به عنوان مشاور سلطان در امور کشوری عمل می‌نمود و احتمالاً بر امور خارجی و سیاست‌های بین‌المللی امپراتوری عثمانی نیز اعمال نفوذ می‌کرد. در نامه‌ای که خرم سلطان به پادشاه لهستان نوشته، بر تخت سلطنت نشستن را به او تبریک گفته. 2 نامه‌ای که خرم سلطان به وی نوشته بود همچنان موجود است. در طول حیات او روابط امپراتوری عثمانی با دولت لهستان صلح‌آمیز بود. برخی مورخین اعتقاد دارند که خرم سلطان با استفاده از قدرت سلطان سلیمان حمله‌های مکرر تاتارهای کریمه به زادگاهش که برای گرفتن برده انجام می‌گرفت را کنترل کرده بود و احتمالاً ایفای این نقش را به تقلید از زبیده بنت جعفر همسر هارون الرشید انجام می‌داد. ساختن مسجد، 2 مدرسه قرآنی، فواره و بیمارستان زنان در نزدیکی بازار برده فروشی قسطنطنیه از جمله اقدامات خیریه او به حساب می‌آید. او دستور داد تا در نزدیکی ایا صوفیا حمامی بنا کنند تا عبادت کنندگان بتوانند از آن استفاده کنند. حمامی که امروزه حمام خاصگی خرم سلطان نام دارد. در سال 1555 در بیت المقدس عمارت خاصگی سلطان را بنا کرد تا در میان فقرا و نیازمندان غذای رایگان توزیع کند. خرم سلطان در 15 آوریل 1558 درگذشت و در آرامگاه گنبدی شکل زینت شده با نفیس‌ترین کاشی‌های ایزنیک که طرحی از باغ‌های بهشت بر روی آنها نقش بسته است دفن شد. خرم سلطان به دلیل آنکه پیش از به سلطنت رسیدن یکی از پسرانش درگذشت، نتوانست به لقب والد سلطان دست یابد. اما نام او بیش از هر زن دیگری در تاریخ عثمانی ماندگار شد. نظر شما درباره خرم سلطان چیست؟ آیا شما هم وی را فردی خوب می‌دانید یا فردی پلید؟ آیا سریال ساخته شده از وی را دیده اید؟ دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.